برادر عزیز حکایت میکنه واقعی شدگی. میگه شب عید رمضان بود، شب عید رمضان بود، میگه نماز در مسجد خوانده، میگه برآمدم از مسجد بیرون شدم، میگه خواستم برم کودکامو بگیرم فرزندامو بریم یگون بازاری عیدی کنیم. در بلاد عرب همه زیادتر که حاجین اشتراک کرده میدونن که در بلاد عرب دکانها شب تا با سحر کار میکنن، خصوصا در شب عید اونجا دکان دیگه پوشیده نمیشه. در بلاد عرب همش همین هست، خصوصا در شب عید تا به سحر اما دکان خالی میشه، بعد میپوشه میره تا به سحر کار میکنه. میگه خواستم بگیرم فرزندا رو برم یگان چی بازاری کنیم. میگه از در مسجد برآمدم راه خانه پیش گرفتم، میگه جای من ایستادگی تاریکه، میگه از پیش میگه در روشنی دیدم یک نفر، یک برادر میگه از من یک مقدار مال قرض گرفته بود و به وعدهش وفا کرده نتونست، در روزی وعدگیش آورده نتونست. میگه شب عید به خود فکر کردم حاضر همین نفر مرا میبینه بسیار خجالت میشه، شرم داره. شرم در شب عید چگونه من او را شرم دارم و چگونه من او را ایزاتیم. میگه گریختم کوچه دیگر، گفتم بگذار همین نبینه، هر وقت دیگر بینه بیا همین عید براش عید باشه، عید به شرمندگی و بچی نگذرونه، به خجالت نگذرونه، در همین عید خرسند باشه. به خاطر خدا میگه کوچه دیگر گذاشتم، لیکن میگه خاص پروردگار بودای. میگه وقتی گذاشتم کوچه میگه یک صدای نالیش میگه مرا به خود جلب کرد و مرا کشید و برد. میگه نزدیک رم یک مادر میگه در یک پنهانی از فرزنداش گریخته بیرون آمده، میگه مادر میگه دعا داره، مناجات داره، میگه پروردگارا پگاه عیده، امشب شب عید، تمام بندگان در کره زمین اهل ایمان عید دارن، عید فطر جشن میگیرن، همه خرسند و خوشحال هستند، لیک فرزندان من یتیمکای من پروردگارا گرسنه هستند، دوچ هستند. خدایا میگه خیلی دعا کرد و گریه کرد، میگه که پروردگارا مرم اکل همراه فرزندم ناامید نکن، خدایا رحمت تا دریغ ندار، فضل و کرم تا دریغ ندار، خدایا از فضل و کرمت بی نصیب نگردان، خدایا. میگه خیلی دعا کرد، منم به اختیار میگه دست برداشتم و میگه اشکا میرخت، میگه و اشکا را جمع کردن نمیتونستم، گریه میکردم. پس به خاطری که مادر میگه ناراحت نشه، پس میگه آمین میگفتم. مادر میگه خیلی دعا کرد و گفت پروردگارا من حدیث مبارک شنیدم که ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابه، وقتی شما دعا میکنین در دعا یقین داشته باشین، باوری کامل داشته باشین که صدای شما را پروردگار شنید و دعاتون قبول کرد. همین خیلی باوری که دعا بکنین، شک نکنین که دعای من شد یا نشد، چون که سلمان فارسی رضی الله عنه میگه خداوند بسیار کریم و شرمگینه، وقتی بنده دست برداشت به سوی پروردگار و دعا کرد از پروردگار طلب کرد، پروردگار شرم داره که چی دست بندش خالی برگردانه، چون که خداوند میگه من خداونده که بندگان امر کردم که ادعونی دعا بکنین، وعده دادم استجب لکم، تا که من دعای شما را قبول کنم خواسته هاتون برآورده بگردانم. شرم دارم از بندم که وقتی او دعا کردم من دست او را خالی برگردانم. پروردگارا من باوری کامل در قلبم آمده که تو دعای مرا صدای مرا شنید، دعا ما قبول کردی. پروردگارا من توکل به ذات پاکت میکنم، تو فضل و کرم تا دریغ ندار، رحمتی خدا دریغ ندار. میگه پنهان شدم، مادر خیست، میگه خانهش رفت، از پشت مادر میگه آیسته پنهانی میگه رفتم دروازه‌ش دیدم کدام دروازه داخلش، دروازه‌ش میگه علامت گذاشتم به خاطری که گم نکنم. دوان رفتم میگه همین کلمه لرزیدم و گریه میکردم، از در خانه در اومدم، میگه همسرم فرزندام تشویش نکرد چی شد؟ همسر میگه میگه تیز آماده شو یک جا میریم. گفت کجا میری؟ منو تشویش میکنی؟ کدام گذشت چی شد؟ گفتم میگه نه تیز باش، مرا سوال نکنو تیز باش. میگه گرفتم مادرم، میگه همسر ما گرفتم، میگه فرزندارا گفتم من میام شما را ببرم بازار. میگه رفتم خانه همون مادر، درش کوفتم، میگه مادرم در حیرت مون که چی گپ باشه در این نیمه شب برآمد. میگه گفتم مادر جان میخواهم داخل خانه چم یک صحبت کنم همراه. گفت مرحبا بودرا. نه گفتم فرزندکات برار، من همون دعای تو رو شنیدم، ناخواست من همون سومی رفتم دعا تو شنیدم، در دعات من اشتراک کردم.
به خاطری که تو ناراحت نشوی خود من نشان ندادم. همون فرزندات بیار، قسم به خدا تا فرزندت نبینم از در خانه بیرون نمیبرم. چگونه ای که امروز من برای فرزندام سر و لباس عیدانه خریدم باید که بگیرم برای فرزندات. تا فرزندای تو مثل فرزندای من برای عید خوشحال نشوند از در خانه نمیرم. میگه فرزنداش برار قطار کرد، میگه همه رو میگه دیدم، میگه و همون تقریبا میگه بچه‌ش میگه شیراختم که چی مقدار لباس، بچه‌ش میگه شیراختم که چی مقدار لباس چگونه برای کدام رزمرها بیارم. میگه برام آمدم و رفتم، میگه همش لباس‌های زیبا قیمت چند تگی خریدم، میگه برای هر کدامشون میگه خریدم لباس‌ها را. رفتم میگه تمامی از خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی چیزی که لازم به در روزگار میگه خریدم. میگه ماشین پر کردم و آوردم، حتی که میگه حساب کردم که اگر همین عائله هر روز 3 وقت گوشت بخورن یک هفته اینه گوشت میرسه. میگه خریدم و آوردم. از در داخل کردم، میگه مادر میگه دیدو بسیار گریان شد، گفت برادر این چی کاری کرده تو داخل؟ قطر چیزی که تو آوردی خوراکه همه فاسد میشه، تروش میشه، میبوسه. گفتم نه مادر جان در خلدینی که میمون یخدان دو همونجا کم کم. گفت واقعا من ندارم خلدینی. 3 سال پیش وقتی شوهرم گذاشته بود همون حالت خلدینی من بیکار شده بود، تا به حال کار نفرمودم، کار نمیکنه خلدینی. میگه در حال یک دوست داشتم، میگه محلی دکان کلان داشت، میگه تلفن کردم گفتم کلانترین خلدینی که چی رزمیره رزمیرش، گفت میگه بسیار کلان. گفتم تیز به همین عنوان او را رایی کن. میگه آوردن. گفتم اگه گوشتار و مان همه چی را دیگر دیل پر کتی ان شاء الله که یک آنتش فاسد نمیشه. اگه مادر جان همه چی تو آوردم، میخوام که فرزندکات خرسند شدن، میخوام یک پیاله چای از دستت بنوشم بعد خانه برام دلم تنج خواب کنم. گفت میگه برادر آخی من گاز ندارم در خانه. 3 ماه پیش بلان گاز من تمام شده بود و این مبلغی سوید آمد، پول سوید نداشتم هیچی که بتیم، به خاطری که قطع نکنن این نوره گاز فروختم، پول همون سوید دادم ندارم. میگه دوان دوباره همون دکان رفتم، میگه بلان خریدم و گاز خریدم، میگه پر کردم همش آوردم. گفتم مادر جان دیگر بهانه نیست که یک پیاله چای از دستت می همراه همسرم یک پیالگی می نوشیم و میریم. میگه وقتی آب بالای گاز مان میگه برای چای جوشاندن من نشستم، میگه در خانه‌اش فرزندان چنان خوشحال بودن، خرسند بودن، میگه گویا که پدرشون از قبر بیرون شده آمده باشه. چنان میگه خرسندی میکردن، شادی در گیدم رقص میکردن. میگه یکش میومد در سر زانو میشید، دیگرش در آغوش میشید، دیگرش میگه جان نمیافت، میگه در سر کتف میشید. طفلکای خرسال. میگه خرسندی اونا را دیده، میگه من زیاد دیگر اشکام میریخت، میگه بسیارتر گریه میکردم، میگه اشکا را جمع کردن نمیتونستم. چایم نوشیده، میگه خانه آمدم که فرزندای خودم میگه بر وقت خواب کردین. میگه داخل جاگه شدم و گفتم پروردگارا تا امروز اگر من در حق این مادر یگان کمبودی کرده باشم، این را فراموش کرده باشم، پروردگارا تو خود میدانی که من مشغول به دیگر بندگانت بودم، این را من نمیشناختم. خدایا مرا ببخش، برای این کارم مرا مؤاخذه نکن خدایا. میگه خیلی گریه کردم و دعا کردم، بعد خواب کردم. میگه بینم در خواب یک بستان بسیار زیبایی، یک بستانی چنان زیبایی که من او را وصف کردن نمیتونم. میگه خود به خود میپرسم کجا باشه، میگن این جنته. میگه در راه رفتم، میگه داخل شدم، میگه از دو طرف، میگه از راست و چپ، میگه چنان میوه های زیادن، میگه میوه های گوناگون رنگارنگ، میگه با لذت. هر کدامش میگه مرا به خود جنب میکنه میکشه، به هر کدامش دست دراز میکنم، میگه صدا میاد ندا در گوشم که ایرا دست راسکی از تونس، مال تونس، این مال دیگرای. دیگرش میگه دست دراز میکنه، میگه همین ندا میاد. میگه دیگر اشتیاقم زیاد شده، اشتها شده، میخوام تناول کنم لیکن یگان تاش اجازت نیست برام. گفتم پروردگارا برای چی آخه برای دیگران میگی من ده نمیتی؟ خدایا میخوام از این میوه ها آخه از یگان تاش بچشم. میگه جواب اومد که به بالا نظر که حق تو در بالای، به بالا میگه نظر کنم به آسمان، میگه میوه ها از آسمان میگه هر کدامش چندین برابر این میوه های زمین میگه زیباتر و میگه خوبتره، میگه کشال. گفتم پروردگارا این به چی خاطر بود؟ برای چی حق من در بالا؟ گفت به خاطری که امشب او یتیم کار تو چی خرسند کردی، خوشحال کردی، پروردگاری تو این برات نصیب کرده. میگه خیستم وقتی نماز بامداد چنان خوشحال و چنان خرسند، از خرسندی میگه گریه میکنم و میگه یگان عید در حیات من به مثل این عید برای من میگه خوب نگذشته بود. چنان عید برای من عید بود که یگان عید به این مقدار میگه من خوشحال نشده بودم. در عید اینه که برادران اسلام امروز هم عید بود ان شاء الله که ما همش عیده، سال عمر و همش برای ما عیده. اگر ما
قدر ایره بدانیم. اگر ما بدانیم عمره اگر از گناه خود ما را نگه بداریم، همون عمر همش برامون عیده. اگر ما و شما بندگان خدا را فراموش نکنیم، خویش و تبارا را فراموش نکنیم،